أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز، امروز باز هم به یک برنامه و یک موضوع جالبی که توجه شما را به او راستا جلب میکنم تا آخر همراه ما باشه، انشاءالله که مستفید خواهد شدین. ما در برنامه قبلی در رابطه به آمادگی به رمضان سخن داشتیم، اما امروز حالا ما در خود رمضان هستیم که الحمدلله 2 روز سپری شد و خدا کنه بالای همه مسلمین به خیر سپری شده باشه. حالا ما در داخل رمضان شدیم، چی کارهایی، چی آمادگی‌هایی و چی تقسیم اوقات برای رمضان داشته باشیم؟ چرا وقتی که ما به یک چیز فکر نداشته باشیم، آمادگی نداشته باشیم، تقسیم اوقات نداشته باشیم، بی برنامه باشیم، او کار ما بیفایده می باشه. از او کار ما به درستی استفاده کرده نمیتونیم. به طور مثال من براتون میگم، اگر ما از خانه خود تا به شهر بریم و این بدون کدام هدف باشه، تا شهر میریم و پس میاییم، هیچ نوع فایده برای ما نمیرسانه. همین طور رمضان هم است. اگر ما برای رمضان آمادگی نداشته باشیم، رمضان خیلی زود از پیش ما میره، مثل که سالهای قبلی رفت. و اگر آمادگی داشته باشیم و تقسیم اوقات برش داشته باشیم، از هر لحظه، هر دقیقه و هر ساعتش به درستی استفاده میکنیم. بیاییم که چی رقم یک تقسیم اوقات داشته باشیم که تا رمضان ما خوب سپری شوه و الله متعال از ما راضی شوه. اولین کاری که ما و شما باید انجام بدیم اویی است که یک توبه بکنیم، چون هر انسان خطاکار است. از هر انسان خطا میشه، از هر بنی آدم خطا میشه. چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. از تمام انسان ها، از تمام اولاده حضرت آدم علیه السلام اسمشان خطا، اشتباه، گناه صورت میگیره و بهترین از این خطا کنندگان کسایی هستند که توبه بکنه. و توبه نیازش چیست که ما توبه بکنیم؟ به خاطر ای که وقتی که ما درون ما پاک نشوه، اعمال بیرونی ما و اعمال ظاهری ما هم جور نمیشه. ما به طور مثال براتان بگویم، در این اتاق ما نشسته هستیم و در اینجا ما یک بخاری را در دادیم و این طرف یک کلکین هم باز بکنیم. اگر تا صبح هم اینجا همی بخاری در بگیره، این اتاق گرم نمیشه و اینجا گرم نمیشه، به خاطر از که او راهی که از اون طرف خنک میآید او بند نیست. این رقم اگر ما توبه نکنیم، ما نمیتونیم که از رمضان درست استفاده بکنیم. یک دوم، باید یک فکر و یک انگیزه همراه خود داشته باشیم که شاید اینمی آخرین رمضانم باشه و اگر این آخری رمضان ما باشه باید چی رقم استفاده کنیم. ببینید ما رمضان گذشته تیر شد، آینده هم معلوم نیست، 1 ماه 11 ماه 1 سال شاید طول بکشه تا ما به دیگر رمضان برسیم. خیلی مردم هایی بودن امروز ما در رمضان گذشته، اما در این رمضان نیست. دومین کاری که میکردیم باید این فکر بکنیم که این آخرین رمضان ما است. باز میشه که ما به درستی از رمضان استفاده بکنیم. و یک نکته خیلی جالب و خیلی اساسی که خیلی دوستای ما و خیلی برادران و خواهران ما به این متوجه نمیشن و اون نکته ای است که ما ببینین وقت رمضان میآید و اگر در تعریف رمضان بریم، مردم ما این فکر میکنن که رمضان یعنی باید ننوشی چیزی را، باید نخوری چیزی را، باید اونمو رابطی که انسان با امو خانم خود می داشته باشه از او دوری بکنه. نه خیر. میفهمین اصل رمضان یعنی چی مانا؟
اصل رمضان یعنی این مانا، این کارهایی را که من گفتم ای در پیش از رمضان برای ما حلال است. آل آب نوشیدن حلال است یا نیست؟ حلال است برای ما قبل از رمضان. وقتی که افطاری هم بکنیم بازم برای ما حلال است. وقتی که پیش از افطاری باشه آب میخوریم، غذا میخوریم، از میوه ها استفاده میکنیم، این حلال است برای ما و هیچ کدام مشکلی هم نداره، نه قبل از رمضان نه در داخل رمضان. یعنی در خودم و اوقاتی که ما منع شدیم او را نمیگم، یعنی قبل از سحری و بعد از افطاری میگم. اما یک چیزی را که ما متوجه از این نشدیم، یک نکته و یک عملی را که ما متوجه نشدیم، میفهمین او کدام عمل است؟ او عملی هست که ما باید خیلی متوجه باشیم. او عمل کدام عمل است؟ یعنی او قبل از رمضان هم حرام است، در داخل رمضان هم حرام است و بعد از رمضان هم حرام است. شما میفهمین او کدام عمل است؟ او غیبت کردن است، او آزار دادن مردم است، او دروغ گفتن است، او حرام خوردن است، او ضرر به همسایه رساندن است، او گپ پدر مادر نگرفتن است. قبل از رمضانی حرام است، در داخل رمضانی حرام است، بعد از رمضان حرام است. این نکته است که خیلی مردم به این متوجه نمیشه. رمضان پیامش برای ما است که ما قبلا هم در برنامه گذشته گفته بودم که رمضان یک مدرسه و یک پانتون، یک ماهی که ما اخلاقا و آدابا، یعنی تمام وجود ما آماده به این شود که ما تمام اوامر الله را و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم را انجام بدیم. حالا میاییم که در روزمره چی تقسیم اوقاتی باید بر رمضان داشته باشیم. اولین کاری که میکنیم وقتی که به سحری خیستیم یک وضو بگیریم، چون وقت ما به وضو باشیم در طول روزم اگر ما وضو نمی داشته باشیم، بعد از خواب، بعد از قضای حاجات و غیره، وضوی ما که شکست وضو بگیریم. چرا؟ اینمی وضو انگیزه میته بر ما و یاد آوری میکنه بر ما که تو وضو داری بیا یک 2 رکعت نفل بخوان، بیا یک ورق از قرآن بخوان، بیا ذکر و اذکار بکن. اولین کاری که باید در روزانه مراعات بکنیم اون است که ما با وضو باشیم. دومین کاری که باید در تقسیم اوقات روزمره ما در رمضان اضافه بکنیم، میفهمین چی است؟ در هر حالتی که هستیم ذکر بگوییم. اگر در راه طرف وظیفه هم روان هستیم این تایم ما نه مصرف میشه. اگر میره بجای ازی که مفت و متو رایگان تیر شود، چرا امور سبحان الله نگوییم؟ چرا الحمدلله نگوییم؟ چرا لا اله الا الله محمد رسول الله نگوییم؟ که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که افضل الذکر لا اله الا الله، بهترین از اذکار لا اله الا الله است. چرا درود به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نگوییم؟ یعنی دومین کار ما این شد که ذکر و اذکار. سیومین کاری که انجام میتیم باید در داخل رمضان او است که او عملی هست که نماز خواندن به جماعت. یک فرصت بسیار کلان و یک فرصت بسیار عظیمی هست برای ما که در رمضان جماعت ها را ترک نکنیم. شما ببینین همین جماعت صبح در اکثریت مساجد کابل ای که ما سحری ما خلاص میشه یا 20 دقیقه بعد است یا نیم ساعت بعد است. تا وضو بگیری آماده میشی به جماعت و برو به جماعت. چرا؟ یک نمازی که تو با جماعت میخوانی 25 الی 27 درجه فرق داره، فضیلت داره. و یا هم وقتی که تو اینمی نماز فرضی را در رمضان میخوانی 70 برابر، در غیر از رمضان 1 برابر. نماز پیشین هم همچنان کوشش بکنیم، نماز دیگر به جماعت بخوانیم، نماز شام به جماعت بخوانیم، نماز خفتن در تراویح شرکت بکنیم. چقدر فضیلت آمده. همان قدر فضیلتی که برای رمضان در حدیث ذکر شده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم میفرماید من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که روزه ماه مبارک رمضان را از روی ایمان و از روی ثواب بگیره الله متعال گناه گذشتهش میبخشه. این میرقم بین قیام آمده، قیام تراویح، استاد شدن در تراویح، خواندن تراویح. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر کسی قیام اللیل کرد در رمضان که مرادش می تراویح است، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله متعال تمام گناهان گذشتهش میبخشه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.